الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرد به ذکر یاد الله؟ یعنی همیشه دلهای ما و شما آرامش داشته باشند فقط تنها به ذکر یاد الله. خدای نکنه که ما از چنین شخصا باشیم که یعنی در خواندن نماز، در ذکر یاد عبادت الله، در خواندن قرآن یعنی لذت نبریم. خدا نکنه که ما از چنین شخصا باشیم. الله که از ایشان قاری یعنی طلب میکنیم تا اینکه یک قرائت کنه، آواز شیرین زیباش رو بشنویم و انشاءالله که در حقش دعا کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كتبكم الله أحد الله الصمد. أستاذ قل هو الله أحد. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرماید. امروز با همراه ما یعنی در مهمونی ما ایشان قاری ختم کننده شهر پیرم یعنی مدرسه پیرم، یعنی طول چند سال با همراه ما در مدرسه پیرم میخونن. الحمدلله الله سبحانه و تعالی توفیق بندگی عطا بفرماید برای همه ما و شما و دعاگو باشین در حقش. یعنی یکی از قاری‌ها هست که ماشاءالله آوازش به نهایت زیبا فورم اذان میگه انشاءالله که اذانش مثل اذان یعنی حرمین، اذان مکه و مدینه. الحمدلله که ما هم قاری هستیم، هم حتی آرزو میکنیم خیلی آوازی که دارم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما چنین صوت زیبا و آواز زیبا نصیب گردونه. انشاءالله که شون قاری قصه عجیب غریب دارم، قصه برای ما و شما میخواه یعنی برسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر عزیز و قاری جان و خوشبخت هستیم که شما را انشاءالله امروز دیدیم. طول چند ماه شد که ما انتظار شما هستیم و از الله عزوجلال خواهش آن داریم که همه ما را الله عزوجلال در جنت الفردوس سرجم بگرداند. آمین. و قصه من این است برادران عزیز گرامی قدر که این قصه در وقتی ما گذشتگی است و یعنی که در بریتانیا کبیر بگیم که لندن گذشتگی است. یکی از برادران یک مسلمان عادی هیچ از آنی که از دنیا میگذارد و برای یک برادر با نام عبدالله خط می نویسد و این برادر ما عبدالله در لندن امام یک مسجد است و با اون خط می نویسد و در خطش چنین میگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز عبدالله، اولا میگوید از الله ذوالجلال طلب دارم که الله گناهان همه ما و شما را مغفرت بگرداند و الله ذوالجلال ما را در راه دین صراط المستقیم هدایت بفرماید. و قصه من میگوید این است: من یک مسلمان عادی هستم به نام محمد و حیاتم را چنان زندگی کردم که حرکت من بود، خواهش من بود که حافظ قرآن شوم اما نشدم. خواهش من آن بود که فرزندان خود را تربیت کنم در اسلام اما نکردم. خواهش من آن بود که پدر مادر خود را با درجه‌ای که الله ذوالجلال از ما میخواهد حرمت و عزت اونها را بگیرم، راضیگی اونها را بگیرم اما نکردم. یعنی حیات خود را چنان زندگی کردم که از الله و از رسول او دور. ولیکن امروز من در جاگه مرگ یعنی کسل رگ گفته کشش نید. امروز انتظار ملک الموت هستم. امروز
ملک الموت را انتظار هستم و میدونم دکترها من گفتن که طول 1 هفته زنده میمونی و خلاص. و امروز که من در جایگاه مرگ هستم که از دست من یگان چیز نمی آید، اما در دل من و آن کارهایی که من نکردم، پشیمانی که در دل من هست، الله میدوند خودم خلاص. و این برادر میگوید که من 1 هفته پس نمیبرم، اما در زندگی فقط میگفتم که اینا میکنم، مادرم را حرمت میکنم، فردا قرآن میخونم، حافظ قرآن میشم، فردا فرزندان را تربیت میتیم، فردا زن خود را حرمت میکنم، زندگی خوب برای او مهیا میکنم، اما نکردم. چون که الله میفرماید که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا. میگه الله سبحانه و تعالی میفرماید که هیچگاه نگویین که این کار را فردا میکنم، یعنی فردا. ولا تقولن لشیء، برای یگان چیزی، برای هر چیزی که هست، برای اون نگویین که یعنی من این کار را فردا میکنم. برادران عزیز گرامی قدر، فراموش نکنید الله ذوالجلال در دیگر آیات قرآن میگوید هیچ محل نگوید که فردا، چخیلی که خارجان گفت. برای همین هر لحظه و هر منوت دقیقه خود را استفاده برید که به الله ذوالجلال قریب شید، چون که الله میفرماید که کل نفس ذائقة الموت، تمام نفس چشنده مرگ است. جزاک الله خیرا. جزاکم الله خیر. شان قوری الحمدلله که روز شان قوری با همراه ما قصه عجیب غریب است. یعنی همه ما و شما میدونیم که یعنی عمر ما و شما طول 50-60، یعنی مرگ وقتی که می آید فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هر وقتی که مرگ بالای ما و شما که هجوم کرد، ما نمیتونیم او را 1 ساعت نه پیش کنیم نه قفا. هم لحظه و زمانی که برای ما مکتوب شده از لوح المحفوظ، هم لحظه و زمان الله سبحانه و تعالی جان ما و شما را یعنی میگیرم. و اون خاطر دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امر میکنه که یعنی طلب العلم فریضه لكل مسلم و مسلمه. طلب علم کردن فرض است برای هر یک شخص مسلمان، هم زن هم مرد. و اون خاطر دوستان عزیز طلب علم کنین تو اینکه یعنی از عبادت های خود یعنی لذت و راحت کنین که حسن البصری رحمت الله علیه در یک شعرش میفرماید که تفقدوا الحلاوة في 3 الاشیاء، یعنی شما جستجو کنین راحت رو، لذت رو، شیرینی رو در 3 چیز. یکمش الصلاة، یعنی در نماز، وقتی که شما نماز میخوانین در نمازخوانی خود، در عبادت خود یعنی راحت کنین، لذت برین. دیمش و فی الذکر، یعنی در ذکر یاد الله، یعنی شما لذت برین، راحت کنین وقتی که ذکر میکنین، یاد میکنین الله سبحانه و تعالی را، یعنی باید شما لذت برین. سیمش و فی تلاوت القرآن، یعنی در خواندن قرآن باید شما لذت برین، نه اینکه در موسیقی، نه اینکه در رقص بازی، فقط در تلاوت قرآن یعنی شما لذت باید برین. بچه خاطر مثال حسن البصری رحمت الله علیه یعنی نماز و ذکر و قرآن خوانی را اختیار کرده. یکی یعنی احب الاعمال الى الله سبحانه و تعالی الصلاة على وقتها، یعنی بهترین اعمال نزد الله سبحانه و تعالی نماز، یعنی اعمال نماز است. یکی از بهترین عمل ها نزد الله سبحانه و تعالی این نماز است. در دیگه آیت الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آیا دلهای شما آرام نمیگیرد به ذکر یاد الله؟ یعنی همیشه دلهای ما و شما آرامیش داشته باشند فقط تنها به ذکر یاد الله. یعنی نسوا الله فنسیهم، اگر شما الله سبحانه و تعالی را فراموش کردین، الله سبحانه و تعالی شما را فراموش میکند. یعنی قصه حسن البصری رحمت الله علیه چنین است که یعنی اگر شما میگرد فإن لم تجد، اگر میگرد در این 3 چیز یعنی در نمازخوانی،
در ذکر یاد عبادت الله و در خواندن قرآن اگر شما لذت نبرین فإن باب مغلق میگه، یعنی باب در رحمت از جانب الله سبحانه و تعالی یعنی محکم شده از برای ما و شما. خدای نکنه که ما چنین شخصا باشیم که یعنی در خواندن نماز، در ذکر یاد عبادت الله، در خواندن قرآن یعنی لذت نبریم. خدا نکنه که ما چنین شخصا باشیم. و هم خاطر دوستان عزیز انشاءالله همیشه به ذکر یاد الله باشین و از دعای صالح خود ما را فراموش مکنیم و انشاءالله که از ایشان قاری یعنی طلب میکنیم تا اینکه یک قرائت کنه، آواز شیرین زیباش رو بشنویم انشاءالله که در حقش دعا کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاک الله خیر. ببینید ماشاءالله چنین صدای زیبا سبحان الله. اگر که مثال ذره ای که ایمان داشته باشین یعنی عشق محبت به الله سبحانه و تعالی داشته باشین وقتی که قرائت قرآن را میشنوین راحت میکنین. ان شاء الله که ما از یعنی خودم الحمدلله قاری قرآن هستم یعنی قرائتی حتی برادر ما میشنوم یعنی موی تنم میخیزه راحت میکنم از قرائت شما. جزاکم الله خیر. ایشان قاری خدا نگهبانت باشه و دعاگو باشین که انشاءالله که فرزندهای ما و شما چنین صدای زیبا و بهترین قاری ها باشه. بخیر در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.